تاجر ایرانی میخواد بره بیرون اقامتش کنسل میشه. ملیت دومه راهکاره، چیکار باید بکنه؟ ایرانی ها 3 تا آپشن داشتن و دارن که یکیش دامینیکا هست، یکیش وانواتو هست و دیگری برنامه بسیار جدیدیه به نام ساو توم اند پرینسیپ. در حال حاضر ما به یک مسیری رسیدیم و یک مسیر کوتاه و راحت‌تر رو تونستیم پیدا کنیم. برای بازرگان خیلی مهمه. این کوتاه یعنی چه 3 ماهه شده یک بازه زمانی برای دریافت تابعیت. FBI چک وجود نداره در حال حاضر برای این کشور جدید. درصد موفقیت رسیدن به این پاسپورت در این بازه زمانی و بوروکراسی و پروسش به چه ترتیب؟ اگه قراره بهش امتیاز بدیم 1 تا 10، چقدر سختی و آسانی داره برای سهل الوصول بودنش؟ سهل الوصولش 10، به دلیل اینکه خیلی یعنی ساده یعنی خیلی از مدارکی که دست و پاگیره، به خصوص در شرایط الان، برای این دیگه اون نیازها وجود نداره و این باعث میشه که این روند و این مسیر آسانتر و سریعتر انجام میتونه برای خانواده‌اش اقدام کنه. در حال حاضر بهترین و اقتصادی ترین مبلغی که میشه برای خانواده در نظر گرفت و با کوتاه‌ترین مسیر این فرصته. درود بر شما. پیرو اتفاقاتی که در چند ماهه اخیر در خاورمیانه رخ داده، در امارات متحده برای ملیت ایرانی محدودیت‌ها و مشکلاتی درباره اقامت و ورود و خروج حاصل شده که این معضل و محدودیت‌ها تأثیر بسزایی بر بیزینس و کسب و کارهای بازرگانان گذاشته. کسانی که کثیر السفر هستن قطعا متأثر شدن از این عدم توانایی در ورود و خروج به سهولت از امارات. برای رفع این محدودیت بعد از همفکری با متخصصین امر به یک راهکار شدنی، امکان پذیر و مطمئن و سلامت رسیدیم که با توجه به این مهم امروز در خدمت سرکار خانم ویدا شایسته با بیش از 10 سال سابقه در امور مهاجرت و دریافت تابعیت دوم هستیم. درود بر شما سرکار خانم شایسته. سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمت شما هستم. بفرمایید. مرسی از تشریف فرماییتون. ببینید درباره این مسئله زیاد با هم صحبت کردیم. درست. و من با توجه به حالا اشرافی که چند و چون دارم به موارد اقامتی امارات در دبی علال خصوص، مشکلات اینجا رو با هم بررسی کردیم. شما محبت کردید در مورد تخصصتون و امکان سنجی کردیم که به چه ترتیب عمل کنیم که این دو عملکرد همپوشانی داشته باشن. تاجر ایرانی میخواد بره بیرون اقامتش کنسل میشه. اگه نره بیزینسش از هم میپاشه و واقعا متضرر میشه. درست. چیکار باید بکنه؟ ملیت دومه راهکاره، چیکار باید بکنه؟ خب حتما شما خبر دارید که در زمینه ملیت دوم خصوصا ما الان داریم در مورد ایرانی ها صحبت میکنیم. ایرانی ها 3 تا آپشن داشتن و دارن. حالا با توجه به تغییراتی که حاصل شده کمی به اصطلاح تغییر ایجاد شده در شرایط که یکیش دامینیکا هست که معرف حضورتون هست چون یکی از قدیمی ترین برنامه هاست. یکیش وانواتو هست و دیگری برنامه بسیار جدیدیه به نام ساو توم اند پرینسیپ. در مورد پاسپورت دامینیکا با توجه به شرایطی که اینجور که میفرمایید تجار خب عجله دارن، نمیتونن بمونن مثلا یه چیزی حدود 8 تا 10 ماه تا منتظر باشن که پاسپورتشون به دستشون برسه. یا در مورد وانواتو نمیتونن بمونن 6 ماه تا به دستشون برسه. در حال حاضر ما به یک مسیری رسیدیم با توجه به جمع‌بندی ها و بررسی هایی که برای انتخاب ها و فرصت هایی که به وجود اومده داشتیم و یک مسیر کوتاه و راحت‌تر رو تونستیم پیدا کنیم. برای بازرگان خیلی مهمه. این کوتاه یعنی چه 3 ماهه شده یک بازه زمانی برای دریافت
تابعیت و اینکه البته باید بگم که این شرایط یک شرایط خاص هست. چرا؟ که ما قبلا کشور وانواتو رو داشتیم. کشور وانواتو هم به همین سبک بود، کوتاه، مختصر و مفید. اما در حال حاضر به دلایلی که حالا شرایط ایجاد کرده مجبور شدن که اون زمان هم در اونجا افزایش پیدا بکنه. یعنی این کشوری که الان ما بهش رسیدیم، ما خیلی با هم صحبت کردیم قبلش که می اومدیم میگفتیم ایمیگریشن اینجوریه، این کشور نمیشود این محدودیت و رسیدیم به این نکته‌ای که شما فرمودید. حالا 3 ماه هم بسیار زمان اندکیه به نظرم، میشود با توجه به شرایط بهش دست پیدا کرد. چه اتفاقی میتونه بیفته که یهو تغییر کنه مثل وانواتو؟ چی جوری میشه؟ ببینید نمونهش مثلا FBI چک وجود نداره در حال حاضر برای این کشور جدید، چون خود FBI چک یه چیزی حدود 2 ماه زمان میبره. وانواتو اومده الان اضافه کرده، چون اضافه کرده بنابراین هزینه هم تغییر میکنه اگر معمولا نه، ولی میتونه متغیر باشه. این بستگی به این داره که اون کشور توی این هزینه ها رو در کجای به اصطلاح هزینه های اپلیکیشن، هزینه های پرونده بخواد بگنجونه. بله. درصد موفقیت رسیدن به این پاسپورت در این بازه زمانی و بوروکراسی و پروسش به چه ترتیب؟ اگه قراره بهش امتیاز بدیم 1 تا 10، چقدر سختی و آسانی داره برای سهل الوصول بودنش؟ سهل الوصولش 10، به دلیل اینکه خیلی یعنی ساده یعنی خیلی از مدارکی که دست و پاگیره، به خصوص در شرایط الان با توجه به شرایط کشورمون، چون ما مجبوریم خیلی از مدارک رو از کشور محل تولدمون تهیه کنیم. برای این یا نه، برای سایر ملیت‌های دیگه و سایر فرصت‌های دیگه ما مجبوریم یه سری مدارک از کشورمون جمع کنیم. خب خودتون میدونید الان شرایط اینجوریه که دست و پا بسته است، ولی برای این دیگه اون نیازها وجود نداره و این باعث میشه که این روند و این مسیر آسانتر و سریعتر انجام باید میشه. حتما توی امارات باشم اینو دریافت کنم؟ الزام حضور داره یا نه؟ من توی من گلدن دارم، رفتم اروپا، اصلا بیزینس دارم، از امارات خارج شدم و الان اقامتم کنسل شده یا اصلا کارت پرواز نمیدن، کنسل هم نشده، نمیتونم برگردم. میتونم اقدام کنم یا حتما باید توی کشور امارات باشم؟ شما میتونید اقدام بکنید. تمام فایل ها رو شما مثل PDF برای ما میفرستید، با توجه به اینکه این مدارک دست پا گیری هم نیست اصلا و به راحتی شما میتونید تهیه کنید در هر جای دنیا که باشید. و خب یه مزیتی هم که این تابعیت داره اینه که شما میتونید ویزای توریستی بگیرید. ببینید الان مشکل ما ملیت به ماست. نقطه اساسی اشاره کردید. مشکل ما ملیت ماست، یعنی با ملیت ما ویزای توریستی در این امارات صادر نمیشه. دقیقاً همینه. پس ما باید به یک تابعیت یا پاسپورتی برسیم که بتوانیم ویزای توریستی بگیریم و وارد بشیم و بقیه کارامون رو انجام بدیم. نکته خوبی اشاره کردید. ما توی اپلیکیشن ها در حال حاضر برای اقامت ها وقتی ویزای جدیدی اقدام کنن، این ویزا میتونه توریستی باشه، میتونه ویزیت باشه، میتونه اقامت 2 ساله باشه، ملک یا لایسنس یا گلدن یا همسری خانواده، هر آنچه. وقتی میرسیم به کد ملیت، کد ایران 201 در امیگریشن، وقتی کد 201 رو میزنیم این دیگه سابمیت نمیشه، یا اگه سابمیت هم بشه به مشکل میخوریم. حالا قبلا اگه راجع به تابعیت دوم صحبت میکردیم بیشتر میپرسیدن آمریکا میشه باش رفت، مثلا امریکا رو میشه، انگلیس رو میشه اقدام کرد، حوزه شنگن. ما الان داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ دقیقاً نکته خوبی اشاره کردید. من اماراتم میخوام راحت برم بیام، بیزینسمو از دست ندم. بله دقیقاً. میخوام از این فرصت استفاده کنم که این شرایط بیزینسمو از بین نبره. بله. خب اگر ملیت ایرانی کد 201 باشه نمیتونم. اقامت خانواده‌ام هم نمیتونم جابجا کنم بزنم. با این پاسپورت میتونم ویزا توریستی اقدام کنم، بیام و اون کار اقامت رو روال هر چی که دیگه پروسه تغییر و جابجایی اقامت حتی بخوام باشه دیگه، اون دیگه شما متخصصی تو میتونید. موردی که هست شما فرمودین که 1 تا 10 از بابت سهولت انجام کار و نیازی هم احتمالاً به مواردی که حالا از محل تولد بخواد بیاد. دقیقاً.
از خارج از امارات هم باشه میتونه بیاد اقدام کنه. بله. بیرون گیر کرده کارش بله. انجام بده. بله. اینا که میاد سمت اپلای امارات. ببینید مسئله اصلی ما فقط به دلیل اینکه حالا پاسپورت باید به دستشون برسه، باید یک منبع و یک محل مطمئنی رو به ما اعلام کنن که این پاسپورت به دستشون برسه، چون پاسپورت میدونید هم محرمانه است هم به هر حال مهمه. به همین خاطر اگر اون شخص جایی رو داشته باشن که ما بتونیم براشون پاسپورت رو بفرستیم، چون پاسپورت میاد به اون آژانس مربوطه، بله، به اون شرکت مربوطه، ما میتونیم براشون هر جای دنیا که باشن بفرستیم، هیچ مشکلی نداره. بسیار عالی. مسئله بعدی مسئله خانواده است. خانواده رو الان عزیزا میان اینجا، میگه آقا من اینجا میرادی نداره، گلدن رو میتونه ایرانی ملک بگیره، ویزاش در میاد، همون گلدنی که ایرانی گرفته خانوادهش 50-50 امکان داره صادر نشه، اما با این شرایط میتونه برای خانوادهش اقدام کنه. جناب آقای نساجی اجازه بدین من یک روال کلی در مورد این پاسپورت ها بگم. این پاسپورت ها اصولاً پرونده های دسته بندی شده داره، یعنی میگه یک پرونده برای کسانی که مجردن، پرونده برای کسانی که کاپل یا زوج هستن و پرونده برای کسانی که خانواده هستن. قیمت ها متغیره، ولی در حال حاضر بهترین و اقتصادی ترین مبلغی که میشه برای خانواده در نظر گرفت و با کوتاه‌ترین مسیر این فرصته. یعنی توصیه میشه برای کسانی که مشکل تردد دارن، کسانی که تجارتشون با رفت و آمد به خارج و داخله و میخوان در عین حال یه ملیتی داشته باشن که این مشکلات رو پشت سر بذاره. بچه مدرسه‌ای بیرون گیر کرده. بله. حالا پاسپورت مین پرسن شخص اول بیاد، پاسپورت‌ها با هم میاد یا نه؟ ببینید وقتی که متقاضی اصلی میگه من خانواده هستم، یه مبلغی بهش میدیم. وقتی متقاضی اصلی میگه من مجرد هستم، یه مبلغ بهش میدیم. ولی این امکان وجود داره که شما بیایید بگید من با خانوادم حالا 50 نفرن میخوایم اقدام کنیم و اون مبلغ اگر به تصویب شما رسید، اون وقت این پروسه میره برای صدور و دریافت پاسپورت خانواده از یک نفر تا 50 نفر، فرق نمیکنه، اون خانوادگی به تعداد اون افراد اون خانواده. زنده بود. پس مشکل خانواده رو صحبت کردیم، هیچ محدودیتی براشون وجود نداره. خیلی نکته خوبی اشاره کردید، بازی 90 روزه میتونن این پاسپورت رو دریافت کنن، چه توی امارات باشن چه خارج از امارات باشن که مراحل ورودشون انجام بشه. اقتصادی هستش و اینکه درگیری مسائل محل تولد، سورس و اینجور چیزها رو نداره. FBI چک هم نداره. بله. بسیار عالی. به همون جور که میدونید جناب آقای نساجی، خیلی از این مدارک حتی تهیه‌اش زمان بره. یعنی شما یه مدرکی دارید ولی برای اینکه میخواین تایید بکنید زمان میبره، میدونید، ولی این چیزا رو نداره. یعنی این کاملا بخشی از یک مسیر بسیار ساده و امن رو ایجاد کرده. با توجه به شرایطی که دیدم و صحبتایی که ما قبلا داشتیم، مثال استرالیا رو فرمودید اون بار، وانواتو، میترسم اینم شبیه همون بشه. نه ببینین شرایط دنیا دست من و شما نیست. همینجور که میدونید امارات تا الان خیلی راحت میگرفت برای همه ملیت ها، الان به خاطر شرایط یعنی ما نمیتونیم بگیم که این وانواتو چرا قبلا 3 ماه بوده حالا شده 6 ماه. در حال حاضر کشور وانواتو صلاح دیده که FBI چک رو بگنجونه در مسیر کارش. چه بسا اتفاق واسه اینا بیفته. به همین دلیل میگم فرصت کوتاهه. یعنی ممکنه بعد از اینکه تقاضا بالا رفت این کشور بیاد FBI چک رو بگنجونه و مسیر رو طولانی تر و اون 3 ماه دیگه وجود نداره، امکان داره بشه 6 ماه. پس یک فرصتیه که باید محترم شمرده بشه. مصاحبه باید بشن، عزیزان باید بیان. مصاحبه ندارن. مصاحبه هم ندارن. در صورتی که مثلا الان برای دامینیکا مصاحبه هست که همین باعث میشه طولانی کنه مسیر رو. برای وانواتو بایومتریک گذاشتن که باعث شده همین مسیر رو طولانی بکنه. ولی این هیچ کدوم از ما دلیل اینکه دنبال این ملیت دوم و تابعیت دوم داریم صحبت میکنیم میریم اینه که محدودیت شرایط منطقه رو در نظر گرفتیم. علاوه بر این اگر بخوام یک نیم نگاهی هم داشته باشیم به مزیت‌های دیگه، آیا برای کشورهای دیگه سهولت ورود و خروج ایجاد میکنه؟ ببینید حالا این کشور به نوعی دسترسی یا میشه گفت که مسیر رسیدن
به یکی از کشورهای اروپایی رو داره. وقتی شما کافیه ویزای یکی از کشورهای اروپایی رو داشته باشید، غیر مستقیم شما میرسید به شنگن. بله، حوزه شنگن که ورود پیدا کردید دیگه. این یکی از مزایاشه که میتونه کمک کنه به افرادی که حالا یعنی با یه تیر دو نشون باشه، هم مسئله رفت آمدشون، ملیتشون و اینکه رسیدن به بدون دردسر به شنگن میتونه فراهم بشه براشون. بسیار عالی. در مورد شنگن اشاره کردید. بله. پس تسهیل میکنه، بله. رفتن به کشورهای حوزه شنگن رو بله. تسهیل میکنه. بله. و به تبع اون به نظر من اگر این ورود و خروج به حوزه شنگن تسهیل بشه، قطعا برای جاهای دیگه هم یکیش کاناداست که بسیار میتونه کمک کنه به کسانی که وقتی زیاد تردد در حوزه شنگن داشته باشن به راحتی میتونن ویزای کانادا بگیرن، براشون خیلی راحت تر میشه. و خب میدونید که شنگن یه چیزی حدود 30 تا کشوره. بله. فقط هم کافیه شما یه ویزای یک دونه از این کشورها رو ویزاشو بگیرید. بله. غیر مستقیم میتونید کل کشورهای اروپا رو تشریف ببرید و حالا کار باشه، تفریح باشه، هر چی که باشه میتونه اون قضیه رو حل کنه. من دارم به چیزای دیگه فکر میکنم. وقتی که اونجا باشیم و این مراودات بیشتر بشه با تابعیت دوم، بسته بیزینس هم وجود داره. حالا بله. گسترش این بیزینس و الی آخر که در این حالا خودش یک سرفصل. و مطلب دیگه ای که خیلی مهمه باید بگم اینه که ببینید خیلی از کشورها در لیست ممنوعه اقدام برای آمریکا، اقدام برای اینجا امارات و حتی برای کشورهای مشترک المنافع انگلیس هم، مثل سومالی، مثل سودان، ولی این کشور به هیچ وجه تو اون لیست نیست. بسیار عالی. نکات بسیار کلیدی رو شما اشاره کردید و من مطمئنم بسیار مفیده برای عزیزانی که مترصد چنین فرصتی بودن. اگه بخوام خلاصه جمع‌بندی کنم، در بازه زمانی 90 روزه میتونن دسترسی به تابعیتی پیدا کنن با هزینه بسیار اقتصادی و مفید. و یه مسئله دیگه، آیا رفت آمد زیادی باید داشته باشن برای جایی یا نه اقدام میکنن مترصد این میشه بدون نیاز به قول معروف حضور فیزیکی یا مراجعه مستمر یا اینکه حالا اسمشو میذاریم بایومتریک یا اینکه دانش زبان، هیچ کدوم از اینا رو نیاز نداره. بسیار عالی، بسیار عالی. و پس با توجه به این جنبندی میتونست بازرگان یا اون عزیزی که میخواد این محدودیت رو نداشته باشه و مزایایی که در حوزه در بارش صحبت کردیم رو به دست بیاره. خیلی از شما سپاسگزارم. حضور عزیزان عرض شود، بعد از دریافت تابعیت دوم، پروسه انتقال اقامت بسیار بسیار پروسه حساسیه که به چه ترتیب با توجه به کیس هر شخص انجام بشه و به چه ترتیب پاسپورت دوم باید معرفی بشه. من توی پستی که راجع به تابعیت دوم بود چند وقت پیش گذاشتم، میپرسیدن که معرفی پاسپورت یعنی چی. ببینید عزیزان، حالا به سایت خود امیگریشن هم مراجعه کنید، میبینید توی خود وبسایت امیگریشن خیلی شفاف گفته که وقتی اگر شخصی تابعیت دوم دارد وارد امیگریشن دبی ایرپورت میشه، میگه که من یه پاسپورت دوم دارم. میگه. حالا ازش میپرسه که حالا اگر ای ویزا دارد یا اقامت دارد، بهش میگه که با همون ای ویزای وارد میشه. اگر هر دو ملیتی که دارد اون ارایول، بهش میگه با کدوم میخوای وارد بشی. درست. میگه من پاسپورت، مثلا مثال دارم میگم، من پاسپورت آلمانی دارم، پاسپورت ایتالیایی هم دارم. مثال دارم میگم. خب دوتاش اون ارایوله. میگه با کدوم میخوای وارد بشی؟ میگم ایتالیاییه. اما آلمانی هم دارم. میگه آلمانی دارم، ذکر میشه. اما چون باش ورود نکردم، مقصود من چیه از این صحبت ها؟ تا زمانی که با پاسپورتی ورود نکردید، یک یو آی دی نامبر، همون شماره‌ای که بالای ویزای توریستی میزنه، همون شماره‌ای که رو استیکر ویزا میزنه رقم موحد، یا اون شماره پرسونالی، این فعال نشود، اون پاسپورت در سیستم امیگریشن تعریف نشده. درست. برای انجام این پروسه که خیلی مهمه، باید تمهیداتی دیده بشه. بعد از دریافت پاسپورت به سلامت با توجه به تخصص سرکار خانم، ما پروسه انتقال اقامت رو داریم که میتونیم راجبش بعداً به تفصیل صحبت کنیم.
سرکار خانم شایسته خیلی سپاسگزارم که تشریف آوردید. مرسی از اطلاعات مفیدی که در اختیار ما قرار دادید. یه نکته خیلی مهم رو بگم خدمت عزیزان، من همیشه اینو توصیه میکنم و خواهش میکنم برای انجام فرایندهایی بدین ترتیب، مسئله تابعیت، مسئله اقامت، حتما با کارشناسان متخصص انجام بدن و پروسه ها رو جلو برن و مشاوره بگیرن، اطلاعات دقیق به دست بیارن، اطلاعات صحیح به دست بیارن و در وقت مقتضی کار صحیح رو انجام بدن. مرسی از شما. خواهش میکنم. ممنون از شما که به من وقت دادید. متشکرم از مهمان نوازیتون.